داری راست میگی؟ خب حقتونه شما هم بدونید تو دنیای تکنولوژی چه خبره. توی این ویدیو با من همراه باش. خیلی تیزفار و سرعتی بریم سراغ اخبار که وقت شما رو هم نگیرم. تو باشی مانیتور میخری یا تلویزیون؟ برای گیم البته. من باشم این غول جدید ردمی رو میخرم. ردمی یه تلویزیون 97 اینچی معرفی کرده با پنل مینی LED، روشنایی 1300 نیت و نرخ نوسازی تا 288 هرتز. یعنی دیگه رسما چی میخوای؟ گیمینگ. این یعنی هم سینما داری هم مانیتور گیمینگ، اونم فقط با $1070. تو باشی میخری یا جاشو نداری باید یه مانیتور کوچیک‌تر بخری. میدونی چرا؟ 98 اینچه. وقتی شیائومی شروع کرده که با بیل توی گوشیاش باتری میندازه، آنر گفت یه دقیقه صبر کن ببین باتری واقعی رو کی میذاره. الان قراره یه گوشی بیاد توی بدنه 8 میلیمتری، نازک 8 میلیمتر، 10,000 باتری داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه هم باتری قول پیکر هم نازکه. خب من نمیدونم این میشه. تازه نمایشگرش هم 1.5K با تراشه چی فکر میکنی؟ دایمنسیتی 8500. خیلی قویه و احتمالاً پشتیبانی از اتصال ماهواره‌ای هم داره. شارژ سریع هم داره. یعنی فکر نکن خیلی طول میکشه تا شارژ بشه. اینجوری نیست. و این بار به نظرم دیگه شیائومی وقتشه که به عنوان پاور بانک یکی از این بخره. آقا شما CD استفاده میکنی؟ خانم شما چی؟ والا منم استفاده نمیکنم ولی مثل اینکه ژاپنیا هنوز استفاده میکنن. فوجیتسو یه لپتاپ ساخته به تازگی همین امسال که درایو نوری یا همون CD رام داره. خیلی هم قویه. رایزن 7 و امکانات جدید و مدرن مثل تایپ سی، ویندوز هلو و حتی کلید کوپایلت هم داره. ولی نکته چیه؟ اینکه CD میخوره. کسی استفاده میکنه از CD؟ من که استفاده نمیکنم. فقط ویندوز مگه نصب نمیکردیم با CD؟ اونم جدیداً با فلش نصب میکنیم دیگه. این یعنی اینکه ژاپن هنوز به سنت ها هم پایبنده تو اوج تکنولوژی. حدود 30 سال پیش این چیزی که دارید میبینید توی ویندوز های XP بود. اسمش چی بود؟ کلیپی. از دل آفیس میپرید بیرون، از ویندوز میومد بیرون، کمکتون میکرد. هر جا هر سوالی که ممکن بود براتون به وجود بیاد جوابشو قبلش بهتون میگفت. حالا مایکروسافت دوباره برگشته با یه چیز جدید برای شما تو همون سبک. یه شخصیت دیجیتالی به نام میکو که توی حالت صوتی کوپایلت ظاهر میشه. یه گوی بامزه و متحرکه که موقع حرف زدن باهات خوشحال و غمگین یا حتی قلبی میشه. فعلا فقط آمریکایی‌ها و کانادایی‌ها میتونن باهاش حرف بزنن، اما هدفش اینه که مثل یه معلم بهت یاد بده و تعامل کنه. مایکروسافت داره تلاش میکنه که با میکو کلیپی رو زنده کنه یا حداقل روحش رو زنده نگه داره. کمکتون کنه. اگه تا اینجای ویدیو بودی حتما سابسکرایب کن و بهم بگو نظرت راجع به ویدیوها چیه یا چی رو میتونم بهتر کنم که ویدیوهام یکم بهتر بشه از نظر تویی که بازدید کننده این پیجی. این ویدیوهایی که با هوش مصنوعی سورا تولید میشه رو دیدی؟ سورا همون هوش مصنوعی که یه ویدیوهای خیلی عجیب غریبی میسازه. این ویدیو رو ببین. اینی که دیدی با هوش مصنوعی ساخته شده. هوش مصنوعی که فقط واسه آیفون بود و واسه ثبت نامش هم کد و این چیزا نیاز داشتی. اگرم کدشو داری توی کامنت ها بنویس برام. حالا قراره که سورا یا همون سورا 2 برای اندرویدی ها هم معرفی بشه. به نظرم آپشن خیلی باحالی اندرویدی ها خوشحال باشن راجع به این قضیه. حتی مدیر پروژه‌ش هم گفته که خیلی هم نگران نباشید. خیلی سریعتر از اون چیزی که فکرشو بکنید میاد. حتی شاید الان که این ویدیو رو داری میبینی اومده باشه. پس به زودی ساخت ویدیو میاد توی اندروید. ببینم چی کار میکنید. آیفونیا که دهنمون رو سرویس کردن. ایرانیا کی میتونن به استارلینک وصل بشن و چی جوری میتونن وصل بشن؟ شاید زودتر از اون چیزی که فکر کنید و راحتتر از اون چیزی که فکر کنید. سامسونگ داره یه مدل میسازه که با هوش مصنوعی مسیر ماهواره ها رو پیش بینی میکنه و میتونه شما رو بهشون متصل کنه. این مدل اینجوریه که نیازی نیست که گوشیتون مستقیم به استارلینک وصل بشه. این مودم به استارلینک وصل میشه و شما به این مودم وصل میشید. قراره یه مودم جدید معرفی کنه که با تراشه‌های اگزینوس هم داره میاد بیرون. مخصوص شبکه‌های 6G و حتی با ماشین و وسایل دیگه همراهتون هم میتونید بهش وصل بشید و هیچ محدودیتی نداره. یعنی اگر این فناوری بیاد دیگه قطع شدن اینترنت و فیلترینگ و اینا دیگه معنی نداره و شما به یه اینترنت پرسرعت متصل میشید.
هایپر او اس 3 موج جدیدی از آپدیتش اومد و اگر میخوای بدونی برای کدوم گوشی‌ها داره آپدیتش میاد باید بری تو تلگرام، چون نسخه‌ها زیاده. لیست تمام گوشی‌های آپدیت شدهشو برات میذارم. یه برند ناشناس هم با این اسمی که داری روی صفحه میبینی وارد دنیای موبایل شد. آقا دنیای موبایل چه خبره؟ هر کسی داره وارد میشه. حالا نمیگم بد یا خوبا، ولی برنده رو سرچ کردم دیدم فقط داره اسپیلت میسازه. بعد میخواد دنیای موبایل رو بیاد تسخیر کنه. چه جمله‌ای بهش بگیم؟ برام کامنت کن. رندرهای جدیدی که از پیکسل 9A اومده بیرون چیو داره به ما میرسونه؟ اینو داره به ما میرسونه که گوگل میگه هنوزم طراحی‌های من خوبه، اما در بخش سخت افزاری تصمیمی برای بهتر شدن و استراتژیکش نگرفته. یعنی اینکه احتمالاً همچنان هم پردازنده هاش قابل مقایسه با بالا رده های بازار نیست و قیمتش واقعاً عجیبه. ظاهر گوشی تقریبا مشابه پیکسل 9A. تنها تفاوتش فعلا در رنگ آبی در رندرها دیده میشه که ممکنه در نسخه نهایی تغییر کنه. ابعادش کمی کوچیک‌تر شده و نمایشگر اون از 6.3 اینچی به 6.2 اینچی کاهش یافته. این نشون میده گوگل میگه که گوشی‌های کامپکت هم باحالن یه ذره حالا بمونیم روی اینا. بنابراین احتمال نیاز به لوازم جانبی جدید وجود داره. یعنی اون قابایی که الان توی بازار میخری و دیگه نمیتونی بخری. برای 9A و 10A قابا یکی نیستن. تغییر مهم برخلاف سنت گوگل در سری A احتمالاً در مدل با تراشه جدید تنسور G4. هدف این کار کاهش هزینه‌ها و بهبود عملکرد نسبت به 9A عنوان شده. مشخص هم نیست که کی وارد بازار میشه، ولی قطعاً همین اوایل 2026 میاد. نوکیا و انویدیا هم خیلی عجیب اومدن با هم دیگه یه همکاری ایجاد کردن. همکاریشون چیه؟ اومدن فناوری 6G رو با هم دیگه گسترش بدن. شاید فکر کنید که نوکیا داره کمک میکنه به انویدیا که 6G رو زنده نگه دارن، اما اینطوری نیست. اونی که داره کمک میکنه انویدیا به نوکیاه. تمام این اخباری هم که بهتون میگم از این به بعد توی چنل تلگرام گذاشته میشه، پس چنل رو حتما داشته باش. صفحه نمایش آیفون 17 تونست از سامسونگ بهتر خودشون نشون بده، اما یه مشکلی که داره ویدیوها رو S25 بهتر هنوز نشون میده. تو سرعت لمس و کمتر بودن سرعت رفرش صفحه، کمتر بودن ریت تاچ. اگر نمیدونی ریت تاچ چیه، من یه ویدیو آماده کردم که اینجا برات میذارمش. توی این ویدیو میتونی تمام اصطلاحات موبایل رو یاد بگیری که دیگه هر اصطلاحی گفتم گیج نشی. حالا ریت تاچ رو ول کن. اون زمانی هست که اسکرول میکنی گوشی طول میکشه تا بالا پایین بره، اون میگن تاچ ریت یا همون ریت تاچ، ولی تاچ ریت میگن. آقا کامنت نذارید فوش بدید. تاچ ریت. به تاچ ریت آیفون ایر بهتر از بقیه عمل کرده که بازم عجیب. آیفون ایر جزو آیفونایی بود که اپل برگشت گفت اینم احتمال داره منو برشکست کنه. حالا چرا؟ به خاطر اینکه فروشش کمتره. آقا خیلی فروشش کم بود، اپل گفته نمیصرف. پس اومده چیکار کرده؟ اومده یکم تولید این گوشی رو کاهش داده. همچنان تولید میشه، نه که کامل بذارتش کنار، تولیدش رو کاهش داده و خب این چیزیه که به نظر میرسه آیفون ایر 2 یکم احتمال اینکه بیاد کمتر بشه. همین الان یه خبر برام اومده که ارزون ترین گوشی ناتینگ معرفی شده. ناتینگ فون 3A لایت. اگه میخوای بدونی چیه توی تلگرام برات میذارم اخبارشو. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو با من بودی. اگه خوشت اومد لایک رو بزن، سابسکرایب هم بزن. بین خودمونم میمونه. خیلی ممنونم که ویدیو رو نگاه کردی. فعلا